با عرض سلام خدمت همراهان الکترومحب و مشتریان عزیز. چون فصل سرما نزدیکه، میخواستم یه سری اطلاعات راجع به قطعات بخاری بهتون بدم، قطعاتی که بیشتر مشکل پیدا میکنه که شما به راحتی بتونید این قطعات از الکترومحب تهیه کنید. یکی از اون موارد این شیشه هاست. این شیشه ها مال بخاریه که دو سمتش بسته شده و از طول 21 تا 25 سانت موجوده. منتها برای هر بخاری یه اندازه هستش که خب سرامیک دو طرفه و فیشایی که به دو طرف برای ارتباط به برق نصب شده. اینا عملکردش خیلی خوبه، حرارت خیلی خوبی داره، مصرفش هم خوبه، کم مصرفه. یه سری از المنت ها هم هستش که باید ساخته بشه، مثل این المنت های شیشه‌ای که برای داخل این بخاری ها استفاده میشه. اینا توسط تبازه، هر بخاری اندازه خاص خودش داره. بعضی از بخاری ها 10 سانت، بعضیش 20 سانت. منتها طول این شیشه ها از 10 سانت هست برای بخاری ها تا طول 1 متر. این شیشه ها هم شیشه های کوارتز، در مقابل حرارت خیلی مقاومه، طوری نیستش که به طوری که مخصوص بخاری هم هستش که استفاده میشه. داخل این شیشه ها المنت هایی قرار میگیره، فنرهایی برای گرمایش. این فنرها به این صورته که داخل اینا کشیده میشه، داخل اینا قرار میگیره. به این صورت مشاهده میکنید. اون ورش رو با یه نخ میتونید به سر سیم وصل کنید و بکشید، از این وصل سر دیگه سیمو در دست بگیرید که همه اینا وقتی داخل این قرار میگیره، سر هر کدوم این شیشه ها و مناسب هر کدوم از این بخاری ها که سرامیکش متفاوت از نظر قطر، از نظر ظاهری سر این قرار میگیره. یه فیش هم اینجا میخوره، یه فیش زرد میخوره که برای اتصال باز به برق بخاری. اینا هم عملکردش خیلی خوبه، منتها وات های مختلف داره. مثلا این بعضی بخاری ها 750 واته، برای بعضی بخاری ها 500 واته. بعضی بخاری ها هم مثل بخاری مهر که فنرش متفاوته. بعضی از بخاری ها هست بخاری های آراسته، مارک آراسته که اینم باز یه مدل فنره. باز بخاری هایی داریم به نام ابراسا، اونا هم فنراش متفاوته که بنا به نیاز شما الکترومحب این فنرها رو براتون میسازه و مونتاژ میکنه و خدمتتون میده. این فنرها همه کروم نیکل، قابل کشیدن هست برای داخل شیشه ها و گرمای خوبی رو تولید میکنه. از نظر کیفیت هم کیفیت بالایی برخورداره، ولی کلا این المنت ها برای هر بخاری متفاوته. واتش و اون قطرش، طولش، هر کدومی که شما احتیاج داشته باشید مدلش رو بگید به ما، مدل بخاری رو ما تمام اطلاعات رو در اختیارتون میذاریم و براتون میسازیم و اگر تشریف بیارید خدمتتون تقدیم میکنیم. اگر نه براتون ارسال هم داره الکترومحب. مسئله مهمی دیگه، خودتون هم اذیت نکنید تا بیایید و برید. حالا به هر حال فصل سرما نزدیک، ما خواستیم که شما کارتون راحت باشه. این قطعات بخاری ها رو خدمتتون عرضه کردیم که ببینید و با محصولات بیشتر آشنا شید. در حالی که زمستون گرمی داشته باشید و موفق باشید.